خب دوستان، یک روشی که میخواستم بهتون آموزش بدم و خیلی به درد میخوره ورود به سرورهای فایبره. ببینید همینطور من هی دارم کانکت رو میزنم، هی برام کانکت تو سرور میاد و اون گزینه اوکی نمیاد که من بتونم وارد بازی بشم. پس میام چیکار میکنم؟ گزینه ویندوز رو میزنم، اینجا برام علامت وای فای نشون داده میشه، وارد میشم، کلیک میکنم و اینجا دیسکانکت رو میزنم و بلافاصله دوباره کانکت رو میزنم. ببینید اینجا اوکی حاضر میشه براتون آماده است و من اینجا اوکی میکنم. منتظر میمونم دوباره فایبن باز بشه. وقتی که فایبن باز بشه خیلی راحت شما میتونید این رفرش رو و باز شد دوباره از طریق زیر بزن و قشنگ وارد کانکت رو میزنم. ببینید دوباره این ارور اومد، ولی من این دفعه دوباره همین کار رو انجام میدم. اینو کلوز میکنم و دوباره کانکت رو میزنم. ببینید دوباره میزنم، دیدی رفت رو کانکتینگ و شروع کرد. معمولا اون دومیه رو نمیداد، ولی وقتی که داد دوباره اونو کنسل بکنید و بزنید و بلافاصله سرور لود میشه و شما خیلی راحت میتونید وارد سرور مد نظر بشید و پلی بدید. لطفا بچه ها فالو بکنید. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. دم همه دیگر خیلی ممنونم. خداحافظ.